باورهای ما اساساً شکل گرفته از ذهن ماست و طریقه کار کردنش این شکلیه که شما یک پروژکتور رو در نظر بگیرید که فیلم پشتش قرار میگیره، نور ازش عبور میکنه و بعد تصویری رو روی صفحه نمایش جلوش میندازه. ذهن ما اون پروژکتور است. آگاهی ما اون نوره. خالصه. نوره. مثل آگاهی که هیچ شکلی نداره. نورم هیچ شکلی نداره. صرفاً یک انرژی که همه چیز رو روشن میکنه. ترن آن میکنه. همه چیز رو در واقع به جریان میندازه. جریان انرژی. اون نیروی پشت همه چیز. اون فیلم ها باورهای ما هستن. باورهای عمیق ناخودآگاه. نه فکرهای سطحی. باورهایی که ما راجع به خودمون داریم و راجع به دنیای خودمون و راجع به رابطه خودمون با دنیا. اینها عمیق‌ترین باورهایی هستند که فاندیشن فونداسیون واقعیت ما رو شکل میدن. واقعیتی که داریم توی زندگی میکنیم رو دارن درست میکنن. حالا اگر که اینو بگم اون پرده نمایش هم در واقع همون ریالیتیه، همون واقعیتی هست که ما داریم میبینیم. پس نور عبور میکنه آگاهی ما که نور باشه از اون لنز باورهای ما عبور میکنه و بر اساس اون باورها شکلی میگیره و این شکل روی پرده نمایش جلوی چشم‌هامون که دنیا باشه به نمایش در میاد و خیلی هم واقعی به نظر میرسه. چون این باورها مدام خودشون رو تکرار میکنن و کاملا تثبیت میشن توی ذهن ناخودآگاه و بنابراین ما فکر میکنیم که اصلا دنیای جز اینی که الان داریم تجربه میکنیم اصلا وجود نداره، اصلا همش همین. خیلی واقعی. حالا ما بزرگ میشیم و به این آگاهی میرسیم که در واقع ما خودمون هستیم که داریم این دنیا رو درست میکنیم. الان راهش اینه که به نظر شما یک تخت پاکن برداریم و بیفتیم به جون اون پرده نمایش. به نظر شما با تخت پاکن میتونیم اونو پاک کنیم؟ با هر نوع پاک کنیم؟ اصلا با اسید؟ نه. راه تغییرش کجاست؟ فیلم دیگه. فیلم نمایشمون رو باید تغییر بدیم اگر خوشمون نمیادش. و اون فیلم چی بود؟ باورهای ما. حالا باورهای ما چطوری تغییر میکنن؟ نه با جنگ، نه با دشمن، نه با ترد، نه با تهدید. فقط و فقط با عشق، پذیرش و گسترش ظرفیت وجودتون. ظرف وجود ما در صورتی گسترش پیدا میکنه، بزرگ میشه که ما به خودمون اجازه بدیم مشتاق باشیم که عشق رو در خودمون پرورش بدیم و بالاترین رنج، بالاترین حد عشق توی دنیا عشق بلا شرطه. در واقع میشه گفت تنها عشق واقعی اگر که شما دنبال عشق حقیقی باشید. چون هر عشق دیگه‌ای اگر که شرطی شده باشه در نهایت دچار رنجش میشه، دچار ایجاد زخم میشه، به خاطر اینکه اون شرط‌ها دارن در واقع چیکار میکنن؟ دارن قسمت‌های از وجود شما رو پس میزنن در حالی که شما همه چیز هستید. بنابراین عشق بلا شرط
ظرفیت پذیرش هر اون چیزی هست که شما هستید. همه چیز، سیاه و سفید، تاریک و روشن، خوب و بد، منفی و مثبت. گفتم اینو بکنم. و تغییر واقعی از اینجا آغاز میشه. از اینجا که شما یاد بگیرید خودتون رو دوست داشته باشید، همون طوری که هستید، با وجود تمام اون چیزهایی که همیشه فکر میکردید که اگر اونها نباشن شما بالاخره میرسید به اون چیزی که میخواید. اگر اونها نباشن شما بالاخره تبدیل به اون کسی میشید که باید باشید یا هستید. در حالی که اینطوری نیست. در واقع اون کسی که شما دنبالش بودید، اون کسی که شما همیشه میخواستید باشید، اون ورژنی از شما بوده که همه اینها رو میتونسته شامل بشه. به خاطر اینکه قطعا شما نمیخواید محدود باشید. اگر که شما قسمت‌های از وجود خودتون رو طرد بکنید، شما ناخودآگاه دارید خودتون رو محدود میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما دارید قدرتتون رو واگذار میکنید. به خاطر اینکه وقتی شما قسمت‌های از وجودتون رو از خودتون جدا میکنید، خب این فرضیه، این فرض گرفتن که اونها از شما جدا هستند، توی دنیای بیرون اینجوری ریفلکت میکنه که واقعا اونها انگار از شما جدا هستن و وقتی شما چیزی رو از خودتون جدا میکنید، اون تبدیل به یک موجودی میشه که در واقع از اختیار شما خارجه. در واقع شما هیچ کنترلی روش ندارید یا میشه گفتش که هیچ قدرتی نسبت بهش ندارید و خودتون هستید که دارید این قدرت رو به اون میدید. در واقع این قدرت رو دارید واگذار میکنید. بعد مثلا اون چیزی که شما بهش میگید شیطان، تمام اون ویژگی هایی هستند که شما طرد کردید از خودتون و فکر کردید از شما جدا هستند، نخواستید با شما یک پارچه باشن، یگانه باشن و بنابراین همین جدایی باعث شده که اون انگار به صورت یک موجود جدا جلوه کنه که ارادش و اراده شما متفاوته. خواسته هاش با خواسته های شما متفاوته. قدرتش جدای از قدرت شماست و حتی به قدرت شما شاید بچربه. خدا هم همینطور. وقتی شما خدا رو از خودتون جدا میدونید، دوباره اون میشه مثلا حالت طرد یک سری از ویژگی های مثبتمون. طرد مثلا اینکه من کافی هستم، من با ارزش هستم، من همینطوری که هستم خوبم، مجازم، درستم. وقتی شما یک منبعی رو، یک منبع انرژی رو تصور میکنید که این مظهر تمام خوبی هاست، خب مظهر تمام کمال هاست و اسمش رو میذارید خدا و میاد شما این منبع انرژی رو از خودتون جدا تصورش میکنید و بین خودتون و اون یک دیوار حائل میکشید. اون وقت اتفاقی که میفته اینه که دوباره شما قدرت خودتون رو دارید واگذار میکنید. این منبع انرژی، منبع خوبی که از شما جدا هست، این تصور رو در شما ایجاد میکنه که شما همیشه باید منتظر مجوز باشید، همیشه باید منتظر تایید باشید.
همیشه باید بترسید از اینکه یه وقتی ارادتون با اراده اون سازگار نباشه. همیشه در واقع این احساس رو دارید که کافی نیستید دیگه، چون شما اون منبع نیست. اون منبع از شما جدا هست. اون منبع انرژی از شما جدا هست و شما در فقر به سر میبرید، در کمبود به سر میبرید، در کاستی به سر میبرید. باید اون شما رو در واقع تغذیه کنه، اون شما رو ساپورت بکنه، در حالی که تمام اینها توسط خود شما داره شکل میگیره، توسط خود شما داره انجام میشه. شما این رو فرض میگیرید و این دوتا منبع انرژی، منبع خوبی و منبع بدی ایجاد میشه، در حالی که این دوتا جفتشون شما. و باید یاد بگیرید چطور هر کدوم از این فرکانس ها رو توی جای خودشون قرار بدید و منیجشون کنید، مدیریتشون کنید، در جای درست از هر کدوم استفاده بکنید. چون که اینا در واقع انرژی هستن، فرکانس هستن، فرکانس هایی درون هوشیاری خود شما. شما بی نهایت بزرگتر از چیزی هستید که تصور میکنید، بزرگتر از چیزی که به شما گفته شده. بنابراین اگر که منتظر هر چیزی هستید، منتظر هر چیزی خارج از خودتون هست که بیاد و دنیای شما رو تغییر بده، یا حتی اگه خودتون دارید تلاش میکنید که از طریق دنیای خارج چیزی رو تغییر بدید توی دنیاتون، باید بگم که متاسفانه به احتمال خیلی زیاد با ناکامی مواجه میشید. به خصوص اگر اینجا نشسته، اگر دارید این ویدیو رو تماشا میکنید، چون اگر دارید این ویدیو رو تماشا میکنید یه معنی داره، اونم که شما آماده شنیدن این حقیقت هست و بنابراین آماده پذیرش این مسئولیت هست. مسئولیت نه مسئول ترسناک، فقط آمادگی شنیدن این هستید که شما هسته مرکزی دنیای خودتون هستید و هر چیز دیگه‌ای داره حول و حوش اون اتفاق میفته. پس این خبر خوبه، چون اگه شما این رو به وجود آوردید، شما هم میتونید تغییرش بدید، اما نه از طریق بیرون، از طریق عشق ورزی به خودتون و به کل جهان. چون که شما فقط این بدن نیست، خود شما خیلی بزرگتر از اونی که اینجا نشسته. این رو هم بگم که این به معنی انفعال نیست، این به معنی این نیست که ما توی دنیای اطرافمون هیچ کاری انجام ندیم. اتفاقاً دقیقاً به این معنیه که قدرتمون رو بشناسیم و از تقلاهای الکی و مصنوعی گاهن دست برداریم. حالا یعنی چی مصنوعی؟ چرا میگم مصنوعی؟ چون ما علاقه داریم خودمون رو گول بزنیم، یعنی خیلی وقت آگاه نیستیم به این موضوع که تلاشی که ما داریم میکنیم صرفاً فقط به خاطر اینه که به خودمون و بقیه نشون بدیم که ما بیکار نشستیم، ولی دنبال نتیجه واقعی هم نیستیم. فقط از این میترسیم که قضاوت بشیم اگر که مثلا بالفرض به اندازه کافی تلاش نکنیم، به اندازه کافی زور نزنیم، به اندازه کافی پوش نکنیم یه چیزی رو. خیلی وقتها تلاش های ما از سر ترس برمیخیزه، نه از سر عشق، و این دقیقاً همون جاییه که باید تغییر کنه. این دقیقاً به معنی اینه که تو قدرت خودت رو میشناسی و به یاد میاری که کی هستی و از اون جایگاهی که تو هستی چه کاری از دستت برمیاد واقعاً که
بتونه مؤثر واقع بشه، یک نتیجه‌ای داشته باشه، نه اینکه صرفاً خودمون رو بکوبیم به در و دیوار فقط به خاطر اینکه از یه چیزایی میترسیم. اینجاست که شادو ورک خیلی مهمه، کار با سایه، چون ما تا زمانی که زخم هامون رو نشناسیم نمیتونیم از انگیزه های واقعیمون سر در بیاریم، اینکه چرا واقعا یه کاری رو انجام میدیم. خیلی وقتا ما فقط از ترس قضاوت شدن یه سری کارها رو انجام میدیم. خیلی وقتها ما فقط برای اینکه خودمون رو ثابت کنیم به دنیا که ما کسی هستیم کاری رو انجام میدیم، یا ثابت کنیم کسی نیستیم، یعنی یه چیزی هستیم یا یه چیزی نیستیم. معمولاً تصمیمات ما از سر عشق اتخاذ نمیشه، بلکه از سر ترس اتخاذ میشه، از اونجایی که ما خودمون رو فراموش کردیم و مدام به خاطر این فراموشی، به خاطر این جدایی که تصور کردیم، به خاطر اینکه فکر میکنیم از منبع عشق، از منبع انرژی، از منبع قدرت جدا هستیم، این در واقع میشه اون ایگوی ما که توی فقر، توی ناکامیه، توی بی‌قدرتیه و این ایگو نیاز داره که خودش رو ثابت کنه، نیاز داره که به زور چیزهایی رو به دست بیاره، نیاز داره که خود ارزش در واقع از یه جای خارج از خودش کسب بکنه، از اون جایی که از منشأ و منبع ارزش خودش رو جدا میدونه. و این میشه آغاز ترس، آغاز این که ما خودمون رو تهدید شده فرض کنیم، خودمون و دنیامون رو مدام در تهدید و مدام در تلاش و تقلا برای رفع خطر و به دست آوردن چیزی. اما وقتی تو خودت رو به یاد میاری، قدرت واقعیت رو به یاد میاری که تو در واقع منشأ و منبع همه چیز هستی، دیگه نیازی نداری از جایگاه ترس اقدام بکنی. اگر اقدامی نیاز باشه انجام بشه، اگر اکشنی نیاز باشه، اون اکشن، اون اقدام فقط و فقط از جایگاه عشق تو به خودت و به خلقت، به کرییشنت، به اون چیزی که داری خلق میکنی، به واقعیتت برمیخیزه. از اون جایی که تو به یاد میاری که تو جدا نیستی از بقیه، که تو همه کس هستی، همه چیز هستی. و این عشق، این سلف لاو، این عشقی که نسبت به خودت داشتی گسترش پیدا میکنه به تمامیت تو و کم کم تو شروع میکنی قدم برداشتن از یک جایگاه جدید، اقدام کردن از یک جایی که قبلا شاید حتی واسط اصلا نمیشناختیش، نامأنوس بوده واسط. مگه میشه همه چیز اینقدر روون باشه؟ مگه میشه همه چیز اینقدر جاری باشه؟ مگه میشه همه چیز از سر عشق بیاد؟ آره میشه. مگه میشه تهدیدی وجود نداشته باشه؟ آره میشه. اگه دست برداری از تهدید ایجاد کردن واسه خودت و دنیات، اگه نخوای خودت رو ثابت بکنی، نخوای خودت رو هی آزمایش بکنی. بنابراین نکته در این مورد زیاد هست. این ویدیو هم فکر میکنم خیلی طولانی شد. در آینده بیشتر حرف میزنیم راجع به این موضوعات. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و انرژیتون.